قدیمی‌ها می‌گویند در دره‌های خاموش البرز کاخی هست که شبها هنوز صدای قدم‌های گذشته را نگه داشته است. کاخ شهرستانک عمارت قاجاری ناصرالدین شاه در دل دره‌ای پنهان از البرز ساخته شد. جایی دور از شهر برای آسودگی شاه. اما بعد از ترور ناصرالدین شاه کاخ ناگهان رها شد. انگار زمان از همان لحظه دیگر از این دره عبور نکرد. روستایی‌ها تعریف می‌کنند شبها وقتی مه از کف دره بالا می‌آید، نور کمجانی پشت پنجره‌های شکسته دیده می‌شود. نه چراغی روشن است، نه کسی ساکن. بعضی نگهبانان قدیمی گفتند صدای بسته شدن درهای چوبی را شنیدند، در حالی که باد کاملاً ایستاده بوده. در شهرستانک باور دارند البرز هنوز این کاخ را فراموش نکرده و هر شب گذشته برای لحظه‌ای کوتاه به عمارت برمیگردد، فقط برای اینکه یادآوری کند بعضی درها هرگز کاملاً بسته نمی‌شوند. اگه به داستان‌های مرموز و ترسناک کرج علاقه‌مندی، صفحه ما رو دنبال کن.